سلام و درود تا دور دیگه دو. حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با من. امروز قرار برم آرایشگاه موهامو درست کنم و تصمیم گرفتم که موهامو بالیاش کنم و ببینیم چه شکلی میشیم. برو که بریم. از اونجایی که صبحانه نخورده بودم، صبحانه‌مو توی ماشین خوردم، یه دونه کروسان شکلاتی با یه دونه لایف. خلاصه که رسیدیم و یه خورده منتظر موندم تا کارم شروع بشه. اومدم تست بگیرم که اگر اوکی بود همین امروز انجام بدیم یا نه یه روز دیگه تو هفته دیگه. همونطور که می‌بینیم منتظر بودیم تا موهام رنگ باز کنه و ببینیم نتیجه دکلره به چه صورت پیش میره. خداش نتیجه دکلورم خوب بود و کار رو انجام دادیم و ما شروع کردیم دکلور کردن و بعدم غذا خوردیم. بعد از غذا فولار چک کردیم و یه خورده حرارت دادیم که رنگ باز کنه. ساعت 6:45 الان چک کردیم با نارنجی داره توش، دوباره یه لکه گیری میگن، نمیدونم چی میگن، انجام داد و بعدش بریم بشوریم پشت رو. جان میگه اون دوتا مست چشات من خوابم یه فرنک دیگه دستم چست میکنه، نگاه داره آبم میکنه. اینم وضعیت ما. دولی تو چه مرحله هستیم عزیزم؟ مرحله فید ریشه روبم ترسناک شده. بعدش هم که شروع کردیم به شستن و رنگساژ مو. و این شما و این هم نتیجه نهایی. خیلی این رنگ بهم میومد، خیلی خوشگل شده بود. سلام. من گذاشتم فرداش بشه که قشنگ جلو نور وایسم شما موهای منو ببینین. خیلی خوشگل شد، خیلی کیوته گوگل. تازه کرلی هم کرده. بعد با این کرلیاش من یه جای دعوت می شدم. خیلی خوشگله. تا درود دیگر، بدرود.